این سالها من فقط نقاشی یا سفالگری نکردم، بلکه سعی کردم بفهمم هنر چه کمکی توی زندگی ما و توی جامعه ما میتونه داشته باشه. برای همین با متخصصهای متفاوتی در زمینه‌های مختلفی همکاری کردم و این بیشتر و بیشتر من رو به این باور رسوند که هنر باید از سنین خیلی کمتر به کودکان آموزش داده بشه، ولی نه با قانون و چارچوب‌های خشک، بلکه آموختن هنر در واقع باید دادن این آزادی توی کشف کردن، توی خراب کردن و توی تجربه کردن باشه. یعنی کودک یا بزرگسال بتونه بدون ترس از قضاوت شدن یا خراب کردن تجربه کنه تا خودش با تمرین بیشتر اون اصول رو در خودش بسازه. من پرفورمنس اجرا میکنم، هم تنهایی هم با بقیه. برای خودم یک جوری خودکاویه تا اینکه بتونم هیجانات ابتدایی و خام خودم رو ببینم، باهاش روبرو بشم و بتونم این هیجانات رو مدیریت کنم و همین فضا رو به بقیه آدم ها میدم تا بتونن احساساتشون رو ببینن، واکنش هاشون رو حس کنن و باهاش روبرو بشن. نقاشی رو به همه گروه های سنی آموزش میدم و برای من آموزش دادن هنر این نیستش که یک نقاش خوب بشن یا یک شکل خوب بدون نقص بکشن. در واقع برای من عمود این رو داره که بتونن خط رو بشناسن و با رنگ یا فرم آشنا بشن که بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. هنر توی زندگی روزمره‌مون استفاده کنیم تا بتونیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم. چیزیه که من سعی می‌کنم به آدم‌هایی که کنارم قرار می‌گیرن منتقل کنم.